کورش یا پهلوانی یکی از بازی‌های سنتی در ولایت‌های شمال و شمال شرقی افغانستان به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر علاقه‌مندان زیادی پیدا کرده است. به گفته مسئولان در فدراسیون کورش ولایت کندوز، این مسابقات در قریه زرکمر ولسوالی امام صاحب کندوز با حضور کورشکاران از سطح کندوز و سایر ولایات همجوار برگزار شده است. در ولسوالی امام صاحب منطقه زرکمر پهلوانی است که از ولایت شبرغان، سمنگان، قندوز و یک تعداد میمانایی که از تخار و بغلان آمده بود، جوانا خیلی خوب درخشید، خوب پهلوانی شد. در همین حال باشندگان قریه زرکمر ولسوالی امام صاحب از تلاش‌های مسئولان ورزشی در راستای رشد و گسترش بازی سنتی کورش قدردانی نموده خرسند هستند که این ورزش سنتی که میراث نیاکانشان است هنوز هم با شروع اشتیاق در مراسم‌های خوشی برگزار می‌شود. پهلوانی در ترکمنه در قاعده ماندگی انانات سابقه ماندگی است. نام خود از بسیار ولایت‌های دور پهلوانا آمده، از شبرغان، از اقچه، از طرف بدخشان آمده. خیلی خوش شدم، خیلی خوشحال هستم که در محفل جور کردیم. از ولایت‌های گوناگون مثل مزار شریف کندوز باستان زمین ما که در اینجا تشریف آوردن، این یگانه دلالت به این میکنه که اتحاد انسجام مردم را و این نشان میدهد که الحمدلله ملت افغانستان اتفاق هستند. از سوی همشماری از کورشکاران میگویند که برگزاری این چنین مسابقات باعث رشد ورزش پهلوانی شده و در اشتراک گذاری تجربه ها و ارتقای استعداد پهلوانان نقش مهمی را ایفا میکند. دغه سلوب مسابقات موږ لپاره ډېره انرژي رابخي او موږ د مسؤلینو دا هیله لرو چې دغه همدارنګه مسابقې او پهلوانان ترسره کړي چې ترڅو موږ تشویق او پیشرفت وکړو. خواستم از مسئولین ورزش ولایت کندوز زمین است که جوانان را ورزشکاران را حمایت کند و ما را تشویق کند. مسابقات پهلوانی در حال در قریه زرکمر ولسوالی امام صاحب کندوز برگزار می شود که کندوز اخیراً میزبانی بازی‌های مختلف محلی و ملی بوده است.